انما المؤمنون اخوه. مسلمانان هند چی جرمی دارن؟ مسلمانان هند به کدام جرم مورد شکنجه قرار میگیرن؟ مظلومیت مردم هند در هیچ جای دنیا به این حالت فجیع به زن مسلمان تعدی به تجاوز نشده که امروز به زن مسلمان در هند میشه. در هیچ جای دنیا طفل شکنجه نشده، امروز طفل مسلمان در هند شکنجه میشه. انما المؤمنون اخوه، به درستی که مؤمنین برادر یکدیگر هستند. آیا حس میکنی که او هند، او مسلمان برادر من و توست؟ آیا به او خواهری که در هند اون سربازان کثیف گوپرست هندی تجاوز کردن، آیا میدانی که او خواهر من و توست؟ آیا میدانی که مسجدی که در هند تخریب شده او مسجد من و توست؟ رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند مسلمان برادر مسلمان هست. انگشتان خود را رسول الله چنین کردن، گفتن مسلمان با مسلمان چنین گیر خورده است. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند و كونوا عباد الله اخوانا، المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. مسلمان برای مسلمان برادر هست، مسلمان به مسلمان ظلم نمیکنه. ولی امروز ما میخوام این نکته را اشاره بکنم، ظلم مسلمان به مسلمان چیه؟ سکوت مسلمان هست، سکوت زعمای کشورهای اسلامی است، سکوت قدرتمندان هست که در مقابل این طاغوت وقت، این مودی ظالم سکوت کردن. امروز زن مسلمان در هند فریاد میزنه، امروز زن مسلمان در زیر چوبهای سربازان کثیف هندی شکنجه میشه، امروز زن مسلمان تجاوز میشه، تحقیر و مورد بالآخر تهدید قرار میگیره. میخوام این را بگویم ای مسلمان بیدار شو. کجا هستن اونهایی که دفاع از حقوق بشر میکنن؟ آیا زنان مسلمان، آیا مسلمانان هند بشر نیستن؟ کجا هستن اونهایی که کمیسونها دارن به دفاع از حقوق اطفال؟ آیا طفل مسلمان در هند کشته میشه؟ کجا هستن؟ آیا او طفل نیست؟ آیا زنی که در هند او زن نیست؟ آیا زنی که تجاوز میشه او زن نیست؟ آیا طفلی که کشته میشه او طفل نیست؟ آیا مسلمانی که به جرم اسلامیت شکنجه میشه، خانهش خراب میشه، مسجدش ویران میشه، آیا این مسلمان نیست؟ آیا انسان نیست؟ پس این را بدانید کمیسونهای حقوق بشر از یهود و نصارا آب میخوره. این را بدانید اینهایی که به دروغ دفاع از زن و از حقوق زن و از حقوق اطفال را شعار میدهند، اینها آب از جای دیگری میخوره. ای مسلمان از خواب غفلت بیدار شو، از خواب گران خیز، بیدار بشو. یک لحظه فکر بکن، آیا بعضی تصویرها شما در فضای مجازی دیدیم قابل تحمل هست؟ عالم دین رو بگیر، بزن، شکنجه کن، به روی تیزاب بزن. کجای دین هست عزیزان من؟ کجای انسان و انسانیت هست؟ زنهای مسلمان پلیس وحشی گوپرست هند به یک خانه اندازه، اطفال به بغل مادر هست، مادر و طفل با هم شکنجه میکنن، زن مسلمان را تجاوز میکنن و باز میکشن. کجا هستی ای زعیم افغانستان؟ کجا هستن زعمای کشورهای اسلامی؟ کجا هستی کسانی که میگی لا اله الا الله محمد رسول الله؟ کجا هستید؟ کجا هستید که صدای شما بلند بشه؟ کجا هستید که فریاد او مسلمان فقیر و مسکین و مستضعف هندی رو بشنوید؟ کجا هستید که ناله خواهر مسلمان چینی رو بشنوید؟ کجا هستید؟ ما مسلمان های امروز یا الله برای کفار به خاطر عذاب ویروس فرستادی،
در کشورهای اسلامی به خاطر بیدار شدن ویروس فرستادی، ما بیدار نمیشیم، ما متوجه نمیشیم که ما یا الله این آیه را فراموش کردیم، انما المؤمنون اخوه، ما این حدیث را فراموش کردیم، المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. امروز زن مسلمان در چین میگه به من تجاوز بشه، امروز به زن مسلمان در هند تجاوز بشه، امروز زن مسلمان در برما سوختانده میشه، امروز جوان مسلمان در گوشه گوشه دنیا شکنجه میشه. کجا هستن زعمای کشورها؟ کجا هستن آنهایی که تشنه قدرت هستن و به خاطر قدرت خود دین و اسلام و قرآن را فراموش کردن؟ کجا هستن که صدای خود را بلند کنن؟ فریاد بزن ای مسلمان، گریه کن ای مسلمان، گریه کن به خاطر خواهر مسلمان، به خاطر طفل مسلمان، به خاطر عالم دین، به خاطر مسجدی که در اون جایی که گو پرستش میشه خانه الله تخریب بشه. ما برای نظام هند این نکته میگم که متوجه باش که روی خود را از چین بالاتر نشوشتی، متوجه باش چوب خدا صدا نداره، متوجه باش که الله ضعیفترین مخلوق خود را به سراغ قدرتمندترین قدرتمندان میفرسته. متوجه باش که ویروسی که الله داره این به سراغ تو هم خواهد آمد. شکنجه را بس کن، مظلومیت مظلومین را متوجه باش.